الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. اللهم رب جبريل وميكال وإسرافيل، أنت تحكم بين عبادك فيما كانوا فيه يختلفون، اهدنا لما اختلفنا فيه من الحق بإذنك، إنك تهدي من تشاء إلى صراط مستقيم. پس برادر به من یک صوتیات را ارسال نمودند که در این صحبت یک طالب علم که از اهل مرجعه های غلات جهمی هست در یک چند مسائل دارد صحبت می کند و این چنین در حق ما هم بعضی از صحبت های بهتان کرده و جهالت خود را بیان کرده است. این انسان محمد طاهر که در تلگرام گروه دارد به اهل حدیث و اثر، یک جهمی، برادر محمد شریف عبدالعلیم هست. محمد شریف عبدالعلیم در یوتیوب معروف است، بسیاری ها میشناسند. این هم یک مرجعه جهمی هست و برادر کوچکش، برادر خردی محمد شریف عبدالعلیم، محمد طاهر، که در همون تلگرام در بگویم گروه اهل حدیث باز کرده است و در اونجا دارد صحبت می کند. این هم یک جهمی غلات است. حادثه همین چنین هست که کسی از این جهمی سوال کرده است در حق من که ابو محمد مدنی کیست. معروف است که اونها میگن که ابو محمد مدنی یعنی اعوذ بالله خوارج است یا که تکفیری هست یا که متشدد هست، همچنین سخن ها میگن، برای اینکه اونها مدخلی جهمی جومی همونو هستند. اولا میگوییم پیش از همه یک طالب علم اگر طالب علم حقیقی باشد باید بیان بکند که او کی هست و در کجا تعلیم گرفته و خودش رو باید بیان بکند که مشایخش کی هست، از کی درس گرفته است که مردم فهمند که او کی است. یک انسان بیاید از هوا صحبت بکند و صحبت‌های جاهلانه بکند و به مردم بیان نکند که او از کی تعلیم گرفته است، البته به اون انسان نباید گوش بدهد. تا اونجایی که به من معلومات رسید، این دو نفر برادرها محمد شریف عبدالعلیم و دادرش بگویم محمد طاهر، مدخلی ها جهمی های این زمان در اولا ازهر تعلیم گرفتند. ازهری که اشعری عقیده اصلی اون است و بعد از این در مسائل اعتقاد پیروی کرده اند به هشام البیلی، یکی از غلات مدخلی ها جهمی. استادشون همین است. اینا متهم هستند از جهتی استادشون، اینا متهم هستند از جماعتشون که جماعتشون جماعت اهل سنت و جماعت نیست. هم علم وسائل را از اهل بدعت تعلیم گرفتند و هم علم عقیده را از اهل بدعت تعلیم گرفتند. علم وسائل هم اگر از اهل بدعت تعلیم گرفته شود به عقیده تعلق دارد، به مانند قواعد اصول، خود علم اصول و این علم‌هایی که
به مانند مقاصد الشریعه، سیاست الشریعه، اگر از اهل بدعت این علم و تعلیم گرفته شود، عاقبتش انسان به گمراهی می رود، برای آنکه اصول فقه علمی است که به واسطه‌اش استنباط کرده می شود. اما افسوس که اینا علم فقه، بگویم این علم را، علم های وسائل را از اشعری ها گرفتند و علم عقیده را رفتند از مدخلی های غلات گرفتند و خودشون جهمی شدند و بیخبرند. مسئله اول همین است. ما به این جهمی ها میگیم که مرحمت بیارید، علمایی که شما تعلیم گرفتید از اهل سنت و جماعت کی است و علمای شما را کی تزکیه داده است؟ نه، شما به منهج اهل سنت نرفتید، شما از علمای اهل سنت و جماعت تعلیم نگرفتید و شما منهجتون خطا است. وقتی که منهج که باطل شد، باقی مانده همه جا باطل می شود، یگان جای آباد نمی ماند. انمین است عاقبت شما. بعضی از مدخلی ها هستند عقیده مدخلی، از ببینید که به ما کمی در حق ما صحبت میکنند، اونها از مدخلی هایی که در اول جهمی بودند و بعد از این به حزب داخل شدند، از یاسر برهان تعلیم گرفتند. اینها یک فرقه دیگر هستند، بعضی ها یک فرقه دیگر هستند. اینها پیروان هشام البیلی هستند که باز خودشون به دیگر پیروانی مثلا رسولان و غیره اینو اختلاف دارند. یعنی مدخلی ها در بین خودش شتى هست، یعنی فرقه گوناگون است که به هم دیگریش حتی روز نمیدهد، به هم دیگرش نو طعنه های شدید میکند. پس برادران عزیز و خواهران بزرگوار، اینها استادانشون، مشایخشون، منهجشون اهل سنت و جماعت نیست. از همین جهت است که طالب علمان اهل سنت و جماعت رو و منهج اهل سنت و جماعت رو اینها طعنه میزنند به خروج یا که خوارج و تکفیری. چخیلی که در زمان احمد ابن حنبل، در زمان شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله و در زمان محمد ابن عبدالوهاب اونها را خوارج میگفتند، امروز هم طالب علمان اهل سنت و علمای اهل سنت را اهل بدعت خوارج میگن. دیگر هیچ چیز گفتن نمیتوانند، یک جاهل بیش نیستند، فقط طعنه دارند. و بعد از این میگذاریم به سخنی که او گفته است در مسئله حکم بغیر ما انزل الله. تقریبا 10 دقیقه صحبت میکند در درون سخنش و من لم يحكم بما انزل الله را میآورد، فاولئک هم الکافرون و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الکافرون، سوره موعده 44، و شرح میدهد و بالاخره میگه که هر حاکمی که بخصوص حاکم تاجیکستان میگه یا اردوغان میگه اینها کافر نیستند و اینها حکمشون کفر دون الکفر است. اعوذ بالله من ذلك. و این دلالت به جهمیگیش میکند. و روایت ابن عباس رو میارد. نه سخن یگان عالم رو در سخنش گفت، نه سخن یگان علمای معروف معاصر یا متقدمین یا سلف رو گفت، نه یک کتاب، نه یک صفحه، هم تو از هوا سخن میکند. گمان میکند که مردم به یک سخنی که هوایی میکند به او باور میکنند. نه، امروز همچنین روز است که باید به هر یک سخنی که میگویی حجتت رو بیاوری که از نام علما گپ میزنی، علما در کجا گفته است. برای که در حق شیخ الاسلام ابن باز و اینچنین ابن عثیمین تهمت بستی، از نام اونها دروغ صحبت کردی. ما حالا اثبات میکنیم. اولا تمام علمای اهل سنت و جماعت میگن که کلمه های کفری که در قرآن آمده است و در سنت آمده است، اصلی کفر و شرک این کفر اکبر و شرک اکبر است، مگرم یک قرینه بیاید و این کفر و شرک اکبر رو از اکبر به اصغر برد. کلمه های کفری که الکافرون کفر که در قرآن آمده است، اصلش به چی دلالت میکرد؟ به کفر اکبر دلالت میکرد. کدام وقت کفر اصغر میشد؟ یک قرینه بیاید از سنت یا آیت دیگر یا سنت یا قول صحابه یا فهم صحابه بیاید که این آیت را از حالت کفر اکبر یا شرک اکبر به حالت کفر اصغر یا شرک اصغر گرداند، تحویل بکند. و این سخن و این قاعده معروف است در نزد اهل سنت و جماعت در علم اصول فقه، که علم اصول فقه از نظر اهل سنت و جماعت، نه از نظر معتزله و اشاعره اهل کلام که اینها از همون تعلیم گرفتند. و شیخ الاسلام ابن تیمیه رحمه الله در کتاب اقتضاء الصراط المستقیم بیان میکنند و میگن که هر یک کلمه کفری که در قرآن و سنت آمده است و در پیشش الف لام دارد، این دلالت به کفر اکبر بودنی همون کلمه میکند. و این چنین همین قاعده را شیخ محمد ابن ابراهیم در کتاب تحکیم القوانین
در رسالهشون که تحکیم القوانین است ذکر کرده اند و این قاعده در بین اهل سنت و الجماعت معروف و مشهور است. کسی که نمیداند فقط دلالت به جهالتش میکند. هر یک طالب علم اهل سنت رو بپرسید همین قاعده رو میداند، برای که معروف است. به پیش کلمه کفر و کافر یا شرک و مشرک بیاید، این دلالت به اکبرش میکند. اگر یگان قرینه بیاید، بعد از این قرینه وی را به کفر اصغر یا شرک اصغر میگرداند. از همین جهت شیخ محمد ابن ابراهیم ابن عبداللطیف ابن عبدالرحمن ابن حسن ابن محمد ابن عبدالوهاب، استاد ابن باز، مفتی محمد ابن ابراهیم رحمه الله، میگویند در کتاب تحکیم القوانین که انا همین و من لم يحكم بما انزل الله فاولئک هم الكافرون، این کفر اکبر است. هر کسی که به حکم الله نازل کرده حکم نکند او کفر اکبر است. برای چی؟ برای که لغتا هم الکافرون آمده است. کافرون یعنی الف لام میم، اصل قرآن به کفر اکبر دلالت میکرد. و بعد از این اول یکم جواب است که جهلا جهمی ها از این بیخبر هستند. مسئله دوم، بارک الله فیکم، جهمی ها میگن که اثر ابن عباس است. ما از ابن عباس اثر داریم که میگند این آیت رو به کفر اصغر میگرداند. ما میگیم بیارید اثر رو، چخیلی که این صاحب گروه اهل حدیث و اثر محمد طاهر برادر محمد شریف این جهمی ها اثر ابن عباس رو ذکر کرد و گفت لیس الكفر الذي تذهبون الیه الكفر دون الكفر. محدثین متقدمین از سلف و تا همه روز علمای محققین اهل حدیث این روایت رو ضعیف میدانند. در سند این روایت هشام ابن جریج است که یحیی ابن معین، علی ابن المدنی ضعیف گفتند و متروک گفتند. و روایتی که ضعیف است نمی شود که بیاید و یک آیت رو از دلالت ظاهرش به دلالت دیگر بیرون بکند. ضعیف، روایت ضعیف روایت شده از صحابه هیچ وقت معنای آیت ظاهر رو به طرف دیگر تغییر داده نمیتواند. پس حجتی که اهل جهم میگیرند این چه است؟ از ابن عباس رضی الله عنه ضعیف است. ببینید در کتاب عمدة التفسیر، در تعلیق عمدة التفسیر مجله چهارم صفحه 156 احمد شاکر رحمه الله ذکر میکند و میگه که تعلیق میکند، معلقا به کلام ابن عباس ذکر میکند که و هذه الاثار عن ابن عباس و غیره، این اثرهایی که از ابن عباس روایت شده است که دون الکفر است، کفر دون الکفر است، معنی قولی دو کفر دون الکفر یعنی کفر دون الکفر است، یعنی مرجئه ها میگن امروز میگن مما يلعب به المضلون في عصرنا هذا من المنتسبين للعلم ومن غيرهم من الجراءة على الله حيث يجعلونها عذرا او اباحة للقوانين الوثنية الموضوعة التي ضربت بلاد الاسلام. این اثرهایی که از ابن عباس روایت شده است میگن این یک اثرهایی که امروز گمراه‌ها در همین عصر، گمراه‌هایی که خودشون به علم نسبت میتن و طالب علمایی که هستند، اینها به همین واسطه همین اثر ابن عباس به دین بازی میکنند، به آیت قرآن بازی میکنند و جرأت بر الله میکنند و عذر میدهند و حلال میکنند قانون‌های وثنی، قانون‌های شرکی که به دولت‌های اسلامی زده شده است، یعنی همین دموکراسی. پس این کلام احمد شاکر است و کلام محمد امین شنقیطی رحمه الله در کتاب اضواء البیان معروف است. این امام اهل سنت و جماعت در زیر همین آیت معروف است و شیخ در جای دیگر این حدیث رو بگویم این اثر رو از ابن عباس ضعیف میکند و ابن دیگر از علمای محدثین ضعیف میکنند به واسطه در سند این حدیث بگفتیم در سند این اثر از ابن عباس روایت کننده اش هشام ابن جریج ضعیف است، یحیی ابن معین و علی ابن المدنی ضعیف کردند. بارک الله فیکم. این دومین جواب است. سومین جواب این است که از
ابن عباس روایت دیگر شده است، از ابی مجلس روایت شده است که ابن عباس رضی الله عنه، از طاووس روایت است، از ابن مجلس روایت است که ابن عباس رضی الله عنه وقتی که با خوارج ها بحث و مناظره کردند، خوارج هایی که در زمان علی در یک روایت 4000 در یک روایت 6000 جدا شده بودند و صحابه ها را تکفیر میکردند، ابن عباس برای مناظره به نزد اونها رفتند. یکی از اعتراضی که خوارج ها به حضرت علی داشتند، خوارج ها گفتند که حضرت علی به حکم غیر الله حکم کرد و من لم يحكم بانزل الله فاولئک هم الکافرون را تلاوت کردند و در اساس همین آیات سوره مائده 44 صحابه ها را تکفیر کردند. حضرت ابن عباس به آنها گفتند لیس الکفر الذی تذهبون الیه، این آیاتی که شما اینجا تلاوت میکنید همون کفر اکبری که شما از این آیات میگیرید و علی را تکفیر میکنید این خیلی نیست. گفتند بلکه در یک قضیه معین اگر انسان حکم الله را ترک بکند یا به شهوتش یا اون چیز دیگر حکم کرده ماند که مخالف باشد، در این حالت در یک قضیه معین یک دو یا دو آدم کفر نمی شود. و این آیت گفتن معناش همین است که مطلقاً کسی که به حکم غیر الله حکم بکند و بعد از این یا که قانون برآورد، یک قانون الله ترک کند به جاش یک قانون دیگر برآورد، یک حکم ترک کند جاش به حکم دیگر دارد، این کفر است و این کفر اکبر است. خیلی از حدیث صحیح، روایت صحیح، اثر صحیح از ابن عباس روایت شده است، از طاووس از ابی ام طاووس عن ابي قال ابن عباس رضي الله عنهما هي به كفر، این کفر است، مطلق گفتن کفر است. ما خیلی که گفتیم کلمه کفر وقتی که مطلق میبیاد این به کفر اکبر میکند. انا این است چیزی دیگر. ببینید ما به شما سخن علما رو از صفحه از کتابش و سندها رو و حدیث ها رو و جواب ها رو داده شدیم. از هوا فقط یک طرف رو نمیگیم، هر دو طرف رو میگیم. و بعد از این جاهل جهمی از ابن عباس بگویم از ابن باز و از بعد از مسئله ابن عباس رو حل کردنمون نظر میکنیم به قولی که آورد و گفت ابن باز میگویند و ابن عثیمین میگویند که هر کسی که به حکم الله حکم بکند اما اعتقاد بکند که یعنی شریعت که حکم کردن خوب است یا که اعتقاداً بگوید، اعتقاداً همین حکم غیر الله رو حلال نگوید یا این کار رو تکذیب نکند، این آدم کافر نمی شود. گفت این سخن رو به کی نسبت داد؟ به ابن باز و ابن عثیمین. این سخنش باطل است، این دروغ است و این محض این کذب است. ببینید این جهمی ها کذاب هم هستند، به علما دروغ نسبت میدهند. اولا ابن باز یک رساله مستقل نوشتند در این باب، نقد القومیه. در کتاب نقد القومیه نظر میکنید میبینید که اولا ابن باز میگن که و کل دولت لا تحكم بشرع الله ولا تنساع لحكم فهي دولة جاهلیه کافره ظالمه فاسقه. هر یک دولتی که به شرع الله حکم نمیکند و به شریعت الله باز نمیگردد، این دولت جاهلیت، کفری، ظالمی، فاسق است، همش به کفر اکبر و ظلمی اکبر و فسق اکبر است. و در جای دیگر در دوام همین سخنشون در همین کتاب نقد القومیه میگن که ولا ایمان لمن اعتقد ان احکام الناس و آرائهم خیر من حکم الله و رسوله او تماثلها و تشابههما. تو همینجا در مسئله کفر اعتقادی در مسئله حکم غیر منزل الله صحبت کردند. ایمان ندارد یعنی کافر است کسی که اعتقاد بکند که احکام مردم و فکر و اندیشه های مردم بهتر از حکم الله و رسول است، یا که قانون های مردم برآورده را به مانند قانون الله کند یا مانند بکند یا تشبیه بکند. در این حالت کافر است، گفتن ایمان ندارد. این تو اینجا کفر اعتقادی را ذکر کردن. در دوامش ببینید چی میگن، او ترکها و احل محلها الاحکام الوضعیه والانظمه البشریه. در اینجا کفری عملی را در حکم غیر منزل الله ذکر. مناط تکفیر در اینجا یعنی حکم کردن به حکم غیر الله مطلقاً. یعنی در اینجا میگن که یا که کسی که حکم الله را ترک بکند و به جای حکم الله دیگر حکم ها و از احکام وضعی یعنی مردم ساخته و گذاشته شده را از انظمه بشری، از این نظام های بشر ساخته بیارد.
و این کان معتقدا احکام الله خیر و اکمل و اعدل. اگرچه معتقد باشد که احکام الله بهتر و کاملتر و عادلتر و افضلتر از حکم بشر است، این چنین اعتقاد داشته باشد که یعنی حکم الله بهتر و خوبتر و خوب است، اما به حکم الله حکم نکند و به غیر حکم الله حکم کند، حکم الله را ترک کند، چی است این؟ لا ایمانه، کافر، یعنی این کافر است، ایمان ندارد. نگاه کنید که به مجردی ترک کردن چقدر کافر بوده است. در فتوای ابن باز اومده است، مجله اول صفحه 275 که ابن باز میگه فالذین يتحكمون الى شریعه غیر شریعه الله لا شك انهم يخرجون بذلك عن دائره الاسلام ويكونون بذلك كفار ظالمين فاسقين. هر کسی که تحکم میکند به شریعت غیر شریعت اسلام، هیچ شکی نیست که اونها خارج شده از به همین کارشون، به سبب همین مراجعتشون، تحکمشون خارج شده از دایره اسلام هستند و به همین عملشون کافر هستند، ظالم هستند، فاسق هستند، یعنی همیش اکبر است. انا این از سخن ابن باز و غیر از این سخنهای ابن باز در نزد ما هم صوتی، آوازی و باز دیگر سخنهایشون زیاد است. ابن باز در این مسئله کتاب کامل نوشته است. بارک الله فیکم. و میگد ابن عثیمین هم همین سخن رو گفتند. والله این جهمی ها کذاب است، امانت علمی ندارد، والله امانت علمی ندارد. ببینید من الان یک صوتیاتی، والله اعلم اگر که شد صوتیاتی ابن عثیمین رو به شما میگذارم که ابن عثیمین چی میگویند؟ ابن عثیمین میگویند هر کسی که، ببینید الان میگذاریم، مخالف الحكم فلا وربك لا يؤمنون وهؤلاء المحكمون للقوانين ليست قضية معينة خالفوا فيها الكتاب والسنة لهوى أو لظلم، ولكنهم استبدلوا الدين بهذا القانون، جعلوا هذا القانون يحل محل شريعة الله، وهذا كفر. حتى لو صاموا وصلوا وتصدقوا وحجوا فهم كفار ما داموا عدلوا عن حكم الله وهم يعلمون بحكم الله إلى هذه القوانين المخالفة لحكم الله. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. ولا تستغرب إذا قلنا إن من استبدل شريعة الله بغيرها من القوانين، لا تستغرب إذا قلنا إنه يكفر ولو صام وصلى، لأن الكفر ببعض الكتاب كفر بالكتاب كله. بارك الله فيكم. شنیدید سخن شیخ ابن عثیمین رو؟ ابن عثیمین میگن که انا اون کسایی که تحکم میکنند در مسائل اختلافات، بگیم تحکم میکنند، اینها یعنی حکم نمیکنند در یک قضیه معین نیست، میگند که در یک قضیه معین حکم کردن یا بگیم از سبب شهوت یا چیزی دیگر، روایت ابن عباس اگر صحیح باشد به همون دلالت میکند. در یک قضیه معین اگر باشد، دولت اسلامی باشد، حکم مسلمان باشد، در یک قضیه معین باشد، گفتن در این حالت این آدم تکفیر کرده نمیشود. اما گفتن امروزه حکم هایی که هست اینها استبدلو این است که تبدیل دادند، حکم الله را به یک طرف گرفتند و ماندند و به جایش حکم غیر الله را آوردند و گذاشتند. اینها گفتند اگر نماز خواند، فإن صاموا و صلوا، اگر روزه دارد، نماز خواند، حج کند، این خیلی حکم هایی که کاملا به حکم غیر الله حکم میکند مطلقاً، اینها کافر است. مناط کفرش است استبدال است، اینها مبدل است، اینها تبدیل داده است. این همین تبدیل دادن خودش کفر است، تبدیل دادن شریعت، یعنی شریعت رو به یک طرف میگذارید، میمونید کاملا به تمام نظامش و به جای وی دیگر نظام میارید، دیگر کتاب میارید. شما تعجب نکنید، گفتن شیخ ابن عثیمین، شما تعجب نکنید این کفر بدونش، گفتن این کفر است. مرجئه میگن که این کفر است، اما شیخ کفر نگفتن. شما شنیدید که گفتن فاولئک کفار، این خلاقی حکم ها کافر است. گفتن اگرچه نماز خواند، زکات بدهد، حج برود یا روزه بدارد، شما گفتند هیچ تعجب نکنید از کفر بودن اینها. گفتند
انا این است صوت آواز ابن عثیمین و این چنین ما سخن ابن عثیمین رو از کتابش ذکر میکنیم. ابن عثیمین رحمه الله در کتاب شرح توحید قول المفید، شرح کتاب التوحید، در بابی ما جاء في طاعة العلماء والأمراء اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله، در همین جا میگه که أما بالنسبة لمن وضع قوانينا تشريعية مع علمه بحكم الله وبمخالفة هذه القوانين لحكم الله فهذا قد بدل الشريعة بهذه القوانين فهو كافر لأنه لم يرغب في هذا القانون عن شريعة الله إلا وهو يعتقد أنه خير للعباد والبلاد من شريعة الله. این کسایی که قانونهای دیگر میآورند، قانونهای دیگر میسازند و حکم الله برک طرف میگذارند و به حکم غیر الله کاملا حکم میکنند، اینها به تحقیق تبدیل دادن شریعت را و به جایش قانون آوردن. اینها کافرند. گفت فهو کافر، این آدم کافر است. انامین گفتند کاملا به حکم غیر الله حکم کردن دلالت میکند عقیده او را که او عقیدتا شریعت الله نخست و هو یعتقد انه خیر للعباد. یعنی این آدمی که حکمی که به غیر حکم الله کاملا حکم کرد اعتقاد کرد که انامین قانونها برای بنده ها، قانونهای بشر بهتر از قانون الله است. از همین جهت کفر است. پس محمد طاهری جهمی عاذری جاهل برادری عبدالعلیم محمد شریف عبدالحلیم جهمی، ببین که از نام علما چگونه سخنی جاهلانه و دروغ و کذابی میکنی. ابن عثیمین در جای دیگر میگوید ان الحكم بما انزل الله من توحید الربوبیه، حکم کردن به حکم الله از توحید ربوبیتش و ترکش این شرک در ربوبیت است. و در جای دیگر میگوید، در البته جای دیگر در گجا در مجموعة الثمین مجله اول صفحه 36 میگوید ما يدعون للناس تشريعات تخالف تشريعات الإسلامية لتكون منهجا يسيرا للناس عليه يسير الناس عليه فإنهم لم يدعوا تلك التشريعات لمخالفة للشريعة الإسلامية إلا وهم يعتقدون أنها أفضل وأنفع للخلق، إذ أن المعلوم بالضرورة العقلية والجبلية الفطرية أن الإنسان لا يعدل عن منهاج إلى منهاج يخالفه إلا وهو يعتقد فضل ما عدل إليه ونقد ما عدل عنه. يعني اون کسایی که به بالای مردم قانون‌های را میگذارند که مخالف قانون‌های اسلامی است و این قانون‌ها را یک منهج، یک راه و روش میگذارند که مردم در اساس همین قانون‌های بشر ساخته به مانند دموکراسی لیبرال علمانی زندگی بکنند. بدانید که میگند این قانون‌های بشر را این حاکم‌ها نگذاشتند مگرم به خاطر اینکه اینها اعتقاد کردند که این قانون‌های بشر برآورده افضل و بهتر است برای مردم از قانون الله سبحانه و تعالی. و این گفتند معلوم بالضرورت است. گفتند عقل هم ضرورتا میفهمد، عقلا و جبلت فطری از فطرت هم انسان میفهمد که انسان از یک منهج و راه و روش به دیگر منهج و راه و روشی که مخالف این منهج است نمیگذرد مگرم در حالتی که اول اعتقاد میکند که این منهج بهتر از منهج است. یعنی امروز حاکمایی که کاملا به حکم غیر الله حکم میکنند بدو کفر واقع شدند. از نظر شیخ ابن عثیمین اولا کفری تبدیل کاملا مبدل کردند به جای شریعت دیگر شریعت، بعد از این اعتقادن با کفر شدند، برای اینکه اینها همین چیز رو تبدیل نکردند مگر اینکه اعتقاد کردند که این قانونی بشر برآورده افضل از قانونی الله رسول است. کافرن اینها. این خبیث این جهمی برآمده، محمد طاهری جهمی صاحب مجموعه در تلگرامش بوده اهل حدیث و اثر جهمی، گفته است ما ابو محمد مدنی رئیس تاجیکستان رو، دولت‌های دموکراتی رو، اردوغان رو تکفیر میکند. والله بالله تالله تکفیر میکنم و به این گفتم حجت صدها علما رو دارم، کتاب‌ها دارم. اگر حجت داشته باشی بدون یگان بازی حجتی آشکار واضح روشن رو بیان بکن از قرآن و سنت، از اجماع صحابه و سلف این امت و تا امروز هزارها حجت وجود دارد که ما در مسئله کشف شبهات اهل بدعت الحمدلله بیان کردیم و حالا بیان کرده شدیم. اما به علما دروغ نبند، کذابی نکن. که البته این اهل بدعت فرقه شمین است. ببینید لجنه دائمه علمای کبار سعودی چی میگند.
ما يثر الحكم بالقوانين الوضعية على حكم بما أنزل الله فهذا كافر وإن نطق بالشهادتين وصلى وصام. یعنی هر کسی که قانون‌های یعنی قوانین وضعی را بر بالای قانون‌های الله نازل کرده بگیرد، قانون‌های الله را ترک کند به جایش قانون‌های وضعی را بیارد، این آدم کافر است گفتند، اگرچه شهادتین را نطق بکند و نماز کند و روزه برد. و این چنین از ابن باز یعنی گرفته شده است و از عفیفی و ابن قعود میگویند که اذا كانت الحكومة تحكم بغير ما انزل الله فالحكومة غير الاسلامية. اگر حکومت بغیر حکم الله نازل کرده حکم بکند این حکومت غیر اسلامی است. لا يجوز للمسلم يتحكم الى حکومت غیر اسلامی و برای مسلمان جایز نیست که در این حکومت غیر اسلامی یعنی حکومت کفری مراجعت به محکمه طاغوتی بکند. و این چنین تبعه های زیاد در فتوا و رساله های گوناگون در لجنه دائمه سعودی از علمای کبار بر رد على المرجئه و رد على بعضی از جهمی ها در این مسائل بینو زیاد است. من چرا فقط سخن ابن عثیمین و ابن باز را ذکر کردم؟ به خاطر چی؟ به خاطر اینکه این جهمی محمد طاهر جهمی فقط در همون دموکراتیا رو کفر گفته است، اما کسایی که به دموکراتیا حکم میکنند اونها رو کفر نگفته است و کفر رو فقط به کفر استحلال و تکذیب و جحد برده است. یعنی کفر در نزد او فقط کفر اعتقادی است، کفر عملی و کفر قولی رو قبول ندارد و به همین گفتهش گویا که همچون حجت سخن ابن باز و ابن عثیمین رو آورده است و از نام اونها نقل کرده است به یگان مصدر گفته است که ابن باز گفتن ابن عثیمین گفتن. ببینید که کذاب است، اینها خیانتکار هستند، شما رو فریب میدهند. بارک الله فیکم. و بعد از این گفته است که ابو محمد مدنی اولو میگذاریم سخنش رو. بسم الله الحمدلله والصلاة والسلام علی رسول الله. شریعت رو افضل بدون بلکه مسلک و مذهب و منهج خارجی ها و تکفیری ها می باشند که مجرد کسی تحکم میکنه به غیر شریعت الله سبحانه و تعالی در حال رو حکمش نمیبرند. ببینید این منهج رو منهج خوارج میگد. این تحکم و حکم رو اولو نفهمیده شده است. البته تحکم مراجعت کردن به محکمه های طاغوتی این تفصیل دارد. البته حالت اکراه اضطرار سه قسم است. تحکم و حکم دیگر چیز است. حکم کردن این یک شکننده اسلام است، تحکم کردن یک شکننده اسلام است. حکم کردن این عادتا شرک در توحید ربوبیت است و این چنین علما میگن الوهیت و طبعا بعد از این اسما و صفات میشد، اما تحکم این شرک در الوهیت است. لیکن این خوب است این مسائل رو نمیفهمند، این جهمی ها نمیفهمند این مسائل رو. بعد از این گفته است که کافر طاغوت کسی که کار میکند او را حکمش میدونن نماز خواندن و اقتدا کردن و از قفای اهل بدعت. البته اون اهل بدعتی که اگر بدعت مکفره نداشته باشند، یعنی در این سخنش اما برادرم برای اینها را اینه که بیان کرد، یعنی که تکفیر کردن اینها را مرتد و کافر گفتن که هر کسی مجرد کار میکنه در کشور پرزیدنت پلیس وزیر معلم که سرباز کیه که نباشد اینها را مجرد تکفیر کردن مجرد که در این یک جهل است، یک جهل است، جهلی مرکب است. مرجئه ها جهلشون، این جهمی ها جهلشون جهلی مرکب است، برای اینکه اینا فکر میکنن که ما تمام حکومت، تمام آدم هایی که در حکومت هستن ما اینها را تکفیر میکنیم. نه والله، ما معلم ها را تکفیر در کجا معلم ها را تکفیر کردیم؟ ما معلم ها را تکفیر نمیکنیم. ما حکومتی که حکم میکند، حاکم و وزیرش و البته پارلمانی که قانون میبرد به شرک تشریع، اینو تکفیر میکنیم. و جیشی که لشکری که دفاع میکند همین حکومت رو و همین قانون رو دفاع میکند و به خاطر همین طاغوت مسلمان ها رو میکشد و همین جیش سبب میشود که همین قانون در جاش بیستد، اینو تکفیر میکنیم. پلیس هاش تکفیر میکنیم، پلیس به جاش میدارد. اما معلم رو هیچ کسی، طبیب رو هیچ کسی، یگان کسی اینها رو تکفیر نکرده است. این یک تهمت است، این یک جهالت است و تقسیم رو نفهمیدن است. اینها تقسیمات علمی رو نمیفهمند. اینها جهلا فقط تهمت میکنند، میخواند که مردم رو یعنی به همین تهمتشون بازگردانند. فما خدا درا نسبت به مدینه ولی عز بالله تکفیر میکنی همه را. از گفته است ابو محمد مدنی خودش رو به مدینه نسبت میدهد. این است و آن است، ان الارض لا يقدس عدن انما يقدس الانسان اعمال و غیر ذلك. این سخنهای جاهلانه و فقط طعنه است. این سخن طعنه است.
ما برای این خودمان رو به مدینه نسبت دادیم که ما در مدینه الحمدلله تعلیم گرفتیم و ابو محمد گفتن برادرها به نهایت زیاد هستند و برادرها پیشنهاد کردند که ابو محمد مدنی گوید از دیگر برادرها بهتر است، برای اینکه ابو محمد تاجیکی، ابو محمد خراسانی، ابو محمد بخاری، ابو محمد زیاد است و من باید از این برادرها فرق میکردم و برادرها به من پیشنهاد کردم و قبول کردیم الحمدلله. و شما بغض نکنید، شما حسد نکنید و موتوا بغیظکم، به حسدتون بمیرید که ما الحمدلله در نزد علما تعلیم گرفتیم، در نزد علمای اهل سنت و الجماعت تعلیم گرفتیم. علمای ما معروف است و منهج ما معروف است و اقوال ما معروف است و ادله ما معروف و ظاهر و قاطع است. مثل شما نیستیم، دو موریده نیستیم الحمدلله. اما در مسئله این که میگه در پشت امام ها نماز خواندن آخر سرکرده تا ملاها را تو هم اینو نباید فراموش کرد که سخن این سلمان فارسی رضی الله عنه که میفرماید ان الارض لا مثال تقلید دارن، تعصب دارن بدون شک. یعنی در اینجا صحبت میکند در مسئله امام ها، میگه که یعنی اینها یعنی ابو محمد مدنی تمام علمایی که یا بگیم ملاهایی که امام هایی که در توسن است تکفیر میکند. این تهمت است و این کذابی هست. ما صبر میکنیم و در نزد الله ان شاء الله به این جهمی ها روبرو میشویم و عند الله تجتمع الخصوم، در نزد الله همه خصومات ها جمع میشود. لیکن این تهمت است. ما گفتنی باشیم که در پشت امام های تاجیکستان نماز نخونید، او میگه که وقتی که پشت امام های تاجیکستان نماز نخونید گفته باشد پس اونها رو تکفیر کرد. نه والله این چنین نیست. ما گفتیم علماهایی که این دولت حکومت تاجیکستان رو طرفداری میکنند، دموکراسی رو میخواهند و در بالای منبر فقط ضد توحید گپ میزنند و به طاغوت پرستی دعوت میکنند و اسلام دموکراسی است، میگیم که اینو مرتد است. و اما امام های اهل سنت هست، انسان های خوب، امام های خوب هستند که البته به دموکراسی دعوت نمیکنند، دموکراسی کفر بودنش میدونند. ما اینها الحمدلله مسلمان میگیم، هیچ اینها یگون چیزی نمیگیم. و اگر ما گفتنی باشیم که از پشت بسیار انسان‌های امام ها نماز خوانده نمیشد، به این خاطر است که بسیار در طرف جنوب یا که بگیم در شمال تاجیکستان معروف است به عقیده ماتوریدی، به عقیده این که اینها اعتقاد دارند که الله لامکان است، الله در بالای عرش نیست، الله لامکان است میگند. و بعضی از اشعری ها گرفته است میگه که کلام الله نفسی هست، یعنی بالاخره عقیدهشون به عقیده معتزله میرود، میگن که کلام الله مخلوق است. ما میگیم هر کسی که عقیدهش انا خیلی عقیده باشد و مردم رو به همین عقیدهش دعوت بکند ظاهرا باشد، از پیش این اقتدا کردن نمیشد. و این روایت از احمد ابن حنبل اومده است در کتاب خلال، السنه للخلال نظر بکن، للاجوری نظر بکن. اگر این کتاب سلف رو ندانی نظر بکن که در اهل بدعتی که دعوت به سوی بدعتش میکنه چی است. یک کس رو از پشتش نماز نخون وقتی گفتی معناش اینه که او رو کافر گفتی، معناش این است که او اهل بدعت است که به سوی بدعتش مردم رو دعوت میکند. برای اینکه در امامی که از اهل بدعت باشد اگر بدعتش مکفره نباشد و به سوی بدعتش دیگر رو دعوت نکند، به پشت اقتدا کردن جایز است، اما بدعتش مکفره باشد جایز نیست. الله رو لامکان گفتن او بدعتی مکفره است یا نیست؟ البته که در نزد شما بدعتی مکفره نیست. بارک الله فیکم. و در آخر سخنش گفته است که ما ابو محمد مدنی رو یک لقب میدیم خوارج میگیم. ببینید ابن القیم الجوزی رو خوارج گفتند. من لی بمثل خوارج قد كفروا بالذنب تأويلا بلا برهان وخصومنا قد كفرونا بالذي هو غاية التوحيد والإيمان. ابن القیم الجوزی رو خوارج گفتند، ابن تیمیه رو خوارج گفتند، تو حاضر میگویند محمد بن عبدالوهاب رو. شیخ سلیمان العلوان حفظه الله و فک اسره میگد که این جهمی ها همین چنین است که وقتی که زور نرسید فقط لقب میدهد، خوارج میگد. اینها در حالت بحث کردن هیچ حجتی ندارد. این خبیث به من به بحث برآمده بود، به نام یک انسان عادی شده برآمد که من یک انسان عادی هستم میخوام صحبت بکنم و در روش صحبت فهمیدم که این یک جهمی است. در مدت کم یک چند بار ندانست، جاهلی کرد در مسئله بلاد اسلام و بلاد کفر. اینها میگن که هر جایی که اذان ندا کرده شد این بلاد اسلام است. گفت این عقیده محمد طاهر و برادرش، والله علم شاید برادرش هم همچنین باشد. برادرش که دعوت میکند که بروید KGB بشوید، امنیتی بشوید، میلیسه بشوید، میگه
اینها عقیدهشون همین خبیثی است. میگه هر جایی که از آن ندا شود این دولت دولتی این زمین دارالاسلام است. میگه به من برآمد تسجیلش وجود دارد. ما میگیم نه، هر جایی که به حکم الله حکم کرده شود اینجا حکمی دارالاسلام رو میگیرد، اما به حکم غیر الله حکم کند این دارالکفر است. از نظر این خبثا اروپا و امریکا و روسیه بهترین دولتی گویا که دارالاسلام است. دارالاسلام است. چرا؟ برای اینکه در اروپا کسایی که در اروپا هستن بپرسید که مسجدها در اینجا چه است. آزاد است. در همون آلمانیا، گرمانیا آزاد است. از اون ندا میشود. صدها هزارها مسجد وجود دارد. پس گرمانیا دولتی بگیم دارالاسلام است. این خبثا چی میگن نمیفهمند. اینها یک غلات جهمی هستند. ما به اینها چی میگیم؟ اینها یک جهمی هستند، آذری هستند، جاحدی هستند. اینا پیروان داوود ابن جرجیس، پیروان جاحید، پیروان جهم ابن صفوان هستند و اینها آذری هستند. الله هدایتشان بکند. اینها به اهل سنت و جماعت هیچ نزدیکی ندارند در این مسائل. گمراهند. در نزد اینها کفر فقط اعتقادی است، تکذیب، جهد، استحلال است. کفر عملی اعتقادی رو ندارند. اینها عذری مشرک هستند. مشرک رو وقتی که به شرک اکبر واقع شد میگن که مسلمان است میگند. و تمام علمای اهل سنت و جماعت رو خوارج میگند. از همون فوزانی که قبول میکنند، ابن باز که قبول میکنند، ابن عثیمین که قبول میکنند و دیگر علمای نجد رو همش رو اینها خوارج میگند. برای اینکه اینها مشرک رو مشرک میگند. شیخ ما حفظه الله محسن العباد این رو هم خوارج میگند. برای اینکه همین شیخ رفقا اهل سنت لی اهل سنت گفته به اینها رد زده و دیگر کتاب دیگری نیست، الحکم المستغیثین بالاموات. پس اینها از اهل سنت و جماعت نیستند، جهمی هستند. از اینها برحذر باشید و از اینها دور باشید تا که گمراه نشوید. بارک الله فیکم.